آخرین بیت، یک داستان کوتاه. زمستان کابل، ماه دلو بود. یک روز صبح برفی شدیم. از طرف شوق برف زده بود. دختر همسایه ما فرشته، خوارخوندی خوارم نبیله، ما را برفی کرد. برف می بارد مسلسل از هوا، برف نو از ما و برفی از شما. فرشته یگان وقت طرفهای شام می آمد خانه ما. زیر صندلی می شیشتیم، جلغوزه و نخود می خوردیم، داستانهای دنباله داره و پروگرام‌های مرزا قلم در رادیو گوش می کردیم. از امون روزای اول بین ما و فرشته یک احساس پیدا شده بود که بر من نو بود. هر وقتی که می دیدمش کمایم داغ می شد، دلم محکم می زد. نبیله خوار مرا آزار می داد. نمی فهم که فرشته از خاطر تو خانه ما می آید یا از خاطر من. زیر صندلی که می شیشتیم کل غمای دنیا را فراموش می کردیم. فکایی می گفتیم، از خنده لوتک می زدیم. تقلید آجی کریم همسایه روبروی خانه ما را می گرفتیم. ریش صف داشت، همراه خیمه رنگش می کرد. یک آدم بسیار بدخوی بود. حداقل هفته یک دفعه شکایت اولادا را پیش مادر و بابیشان می کرد. بابایم همیشه بیچاره آجی می گفت. یک روز پرسانش کردم، بابا چرا همیشه آجی بیچاره میگی؟ بیچاره آجی یک دختر داشت، او هم شنگری رفت، پیش مردم روی نداره. یک جایی که می بودیم هر وقت که دستم به دست فرشته یا در زیر صندلی پایم در پایش می خورد، فکر می کردم که 40 تا شاپرک در شکمم است. چند سال از او وقتا تیر شده بود. فرشته و نبیله در یک لیسه دخترانه، ما در یک لیسه بچگانه می رفتم. همه چیز تغییر کرده بود. زندگی سابق نبود. کودتای 7 ثور، کمونیستا در قدرت، اکثر مردم افسرده به نظر می خوردن. عزیزای خود از دست داده بودند. زنده و مردهشان گم شده بود. و او کسایی که در پلچرخی بودند از جمله خوشبختایش بودند که حداقل زنده بودند هنوز. بابیم شبانه BBC را میشنید، پتکی در زیر لیاف. خانه حاجی کریم ضبط کرده بودند. حوزه شده بود، حوزه حزبی. خود حاجی کریم دیگه کس ندیده بود. پلچرخی، پاکستان. خود روز به روز ظالمتر می شد.
و مردم عام ترسوتر. دیوالا موش داره، موشا گوش. اولادا را در مکتب پرسان میکردن در خانه تان راجع به دولت چی میگن؟ در خانه تان راجع به اشرار چی میگن؟ بچه خالم قادر رفیق قادر شده بود. بابیم میگفت پیش قادر سر سیاست گپ نزنین. شبانه که در کوچه ما پیره می داشت، پیره را اعلام می کرد. در خانه ما خو می شد. بوی می گفت دانشجوی دواخانه می ده. ما و فرشته هنوز هم بر یک دیگه خود احساس داشتیم. چون خواهرم نبیله همیشه همراه ما می بود، نمی تانستیم بعضی چیزهایی را که می خواستیم بر یک دیگه بگوییم. فرشته شعر و شاعری را خوش داشت. یک کتابچه شعر داشت که در او غزل‌ها یا بیت‌های مولانا، حافظ یا سعدی را نوشته میکرد. بر ما کتابچه خود داده بود که یک بیت مورد پسند خود برش نوشته کنیم. بابی یک کتاب غزل‌های سعدی داشت. از او یک بیت انتخاب کرده و در کتابچهش نوشته بودم. من همان روز که آن خال بدیدم گفتم، بیم آن است بدین دانه که در دام افتم. این بیت انتخاب کرده بودم چون فرشته در زیر گوش چپش یک خال سیاه داشت. بابیم در سر کار بسیار تکلیف داشت. می گفت ما را همراه ریش سفید و زور در کارهای داوطلبانه میبرد. سرکا و کوچه را سرشون پاک میکردن. هر کی که نمی رفت یا به دل کار نمیکرد راپورش در حوزه میدادن. کدام روز هم در سر کار از دانش کدام چیز به ضد دولت برآمده بود. یکی از همکارایش راپورش داده بود. یکی از دوستایش که در حوزه کار میکرد برش گفته بود اگر صبح در دفتر بیایی میبرند. چند روز کار نرفت و در خانه هم خو نمیکرد. به یک پول ناچیز خانه را گرو داد و در یک روز پنجشنبه صبح وقت طرف پاکستان فرار کردیم. نبیله خوارم و ما حتی نتانستیم که از فرشته با من خدایی کنیم. بابی می گفت هیچ کس باید خبر نشه. هیچ کس. در او صبح وقت بر آخرین دفعه با چشمای پر از اشک دروازه خانه فرشته را دیدم. چندین سال در پاکستان ماندیم. زندگی سخت و پرجنجال. گرمی‌های سوزان تابستان. در یک اتاق همراه یک فامیل دیگه 3 اشتک خود داشتند. در مابین اتاق پرده زده بودیم. یک طرف ما و طرف دیگه اونا. باز هم از خیمه‌های نمناک مهاجرین که در دشت زندگی میکردن بهتر بود. ما و خوارم نبیله بر یک مؤسسه اروپایی که بر مهاجرین موظف بودن کار میکردیم. حداقل کرای نیم اتاق و بخور و نمیر میشد. بابیم و مادرم بسیار ضعیف شده بودند. دوری از وطن و دوست و فامیل
رنجشان میداد. بعد از چند سال با کمک مؤسسه که ما و خوارم برشان کار میکردیم به یکی از ممالک اروپایی به عنوان پناهنده قبول شدیم. یک هفته پیش از رفتن ما طرف اروپا مادر مریض شد، وفات کرد. در اروپا که رسیدیم ما و نبیله مصروف درس و کار و بار خود شدیم. برای بابیم بسیار سخت بود، نه لسانشانم میفهمید و نه رسم و روانشانم. مثل گنجشک شده بود، لاغر و مظلوم. 2 سال بعد بابیم هم از دست دادیم. یتیم شد. زندگی آرام یک نواخت اروپا. سالهای زیاد تیر شد. ما رسی کردم 2 اولاد. ما و زنم اردو کار میکردیم. زندگی بد نداشتیم. یک اپارتمان، یک موتر. سال 1-2 دفعه با نبیله و 6 دخترش یک سفر تفریحی. زندگی آرام و یک نواخت. تحولات زیاد در دنیا و افغانستان رخ دادند. 11 سپتامبر، بن لادن، طالبان، حمله قوای بین المللی در افغانستان، سقوط طالبان، لوی جرگه و انتخابات. بعد از چند سال که ظاهراً کم آرامی شده بود، هوای وطن در سرم زد. 30 و چند سال تیر شده بود. کنجکاو بودم و دلم می تپید. مثل یک اشتک خرد ذوق زده شده بود. در یک روز بسیار مقبول خزان در میدان هوایی کابل از طیاره پایان شد. یک احساس عجیب داشتم. اما کابل همون کابل سابق نبود. و هر گوشه شهر که می رفتی اقا بیروبار بود که نفس آدم بند می شد. در هر گوشه صدها گدایگر. بدون رشوت هیچ کار در هیچ جای پیش نمی رفت. بدون بخشش حتی سلام علیکی هم نمی کنند. و کجا بودن اون مردم شیک پوش کابل؟ هر طرف سیل میکردی پیران و تنبان پوش. صبحش رفتم طرف کوچه سابق ما. اصلا شناخته نمیشد. هر طرف میدیدی خانه‌های نو، خانه‌های کلان و مدرن، اما عجیب و غریب، سبز و سرخ و آبی، مثل موترهای لاری پاکستانی، مدرن اما بدرنگ. خانه سابق ما را به مشکل پیدا کردم. خانه را چپه کرده بودند. یک خانه بسیار مدرن و قیمتی به جایش آباد کرده بودند. سبز و سرخ آبی، مثل یک موتر لاری. جگرخون شدم. یگانه خانه که تغییر نکرده بود، خانه بود که فرشته و فامیلش زندگی میکردند.
رفتم طرف دروازهشان، امو دروازه کونه مثل 30 و چند سال پیش. نزدیک رفتم و دروازه را تق تق زدم. 1 دفعه، 2 دفعه، 3 دفعه. هیچ جواب نامد. دستم رفت طرف چکش دروازه که 1 دفعه آخر تق تق کنم. از درون صدای یک زن بالا شد. آمدم، صبر کو. دروازه واز شد. یک زن پیر سر خود از دروازه بیرون کرد. چی گپ است؟ کی را کار داری؟ سلام خاله جان. سابق در این خانه فامیل صفدرخان زندگی میکردن. همسایه ما بودن. متوجه شدم که زن پیر تره طرفم سیل میکنه. یک دختر داشتن، نامش فرشته بود. زن پیر نزدیک بود که بفته. دستش گرفتم و گفتم چه شده مادر جان، مریض هستین؟ اشک از چشمایش مثل سیل روان بود. خاک در سر تو و در سر مادر جانت. چرا؟ چی شده مادر جان؟ من خود چیز بد نگفتم. چرا قار شدین؟ دستش گرفتم، درون اولی رفتیم. سر زینای تراس شیشت، ممده پالیش شیشتم. طرفش سیل کردم. خال سیاه زیر گوش چپ. چیغ زدم فرشته توستی؟ اشکایش بدون وقفه روان بود. همراه آستینش چشمایش پاک کرد و گفت در خوابم نمیدیدم که تو را 1 دفعه دگام ببینم. نمیفهمیدم که چی بگویم. این زن پیر فرشته؟ دلم ما کم میزد، مثل مو زمانهای سابق. بعد از او کردوی ما دوباره به حال آمدیم. قصه زندگی خود کرد. 15 ساله بود که بابیش در مرض سرطان فوت کرد. یک بچه کاکایش از ولایت آمد و امراش عروسی کرد. صاحب 1 دختر و 1 بچه شدند. در اول زندگیشان بد نبود. شویش آدم خوب بود. شب و روز کار میکرد که فامیل نان بده. چند سال تیر شد. مجاهدین کابل گرفتند. در هر کوچه و منطقه جنگ و راکت پرانی. هیچ کس از خانه خود بیرون رفته نمیتونست. یک روز که شویش برای خریدن 1-2 تا نان بیرون رفت، دیگه پس نامد. 1 روز، 2 روز. روز سیوم چادری در سر کده و بر پالیدنش بیرون رفت. 2 کوچه او طرفتر در یک جویچه پیدایش کرد. مرمی در کلیش خورده بود. کش کده مردیش خانه آورده و در گوشه اولی گورش کرد. دخترکش لیلا تازه جوان شده بود. شبانه خانه به خانه می گشتند و دخترای جوان می بردند. هیچ کس نمی فهمید که کجا. مرده و زندهشان گم می شد. مردم دخترای جوان خود در تندور پت می کنند. یک شب چند تا مرد همراه پوسپیچ از سر دیوال خود در خانهشان انداختند. هرچی گریه و زاری کرد و زیر پایشان افتاد، فایده نکرد. لیلا را بردن. خودش ماند و بچه خودش. چند سال دیگه تیر شد. طالبا آمدن و کابل گرفتن. در اول مردم خوش بودن که از گیر چور چپاول و راکت پرانی خلاص شده بودند. چند وقت بعد طالبان قواره اصلی خود نشان دادند. زنها از خانه بیرون رفتن نمیتونستند.
تنها بچگکش روزانه میرفت و بود پالشی میکرد. برای یک لقمه نان و یک پیاله چای کفایت میکرد. چند سال دگام تیر شد. 11 سپتامبر فرار طالبا و آمدن عسکرای خارجی. بچهش کلان شده بود. یک کار خوب در بازار پیدا کرده بود. بسیار بچه خوب بود و مادر خود دوست داشت. او وقتهایی بود که طالبا در هر کد بم میماندند. یک شام بچهش از بازار خانه آمد. هفته و میخواست غروب کنه. چند ساعت تیر شده بود و همه تو تری تری طرفش سیل میکنم. میخکوب شده بودم. یک انسان چقدر تحمل رنج داره. چرا خدا باز آدم ها را عقبت بخت می سازه؟ این سوال هاییست که هیچ کس برای جوابش داده نمیتونه. ما و فرشته هم سن بودیم، اما رنج روزگار او را مثل مادر کلان ما ساخته بود. از جایم خیستم، گفتم من باید برم، ناوقت شده، صبح باز میایم. باز من از زندگی خود و نبیل خوارم برد قسم میکنم. شب در هتل هیچ خوابم نمی برد. تمام وقت در بدبختی های زن بیچاره فکر میکنم. پیش خود تصمیم گرفتم که هرچی که شوه همراهش کمک میکنم، که حداقل چند سال دیگه که زنده است خوش و آرام زندگی کنم. همراهش تا توان دارم کمک مالی میکنم. حتی فکر کردم که اگر شوه به نام خوار خود معرفیش کنم و اروپا بیارمش. صبح وقت از هتل برآمدم. از راه یک قوطی چاکلیت و کم پنیر خریدم. دانه خانهش که رسیدم تق تق زدم. یک دفعه، 2 دفعه، 3 دفعه. جواب نامد. بازم تق تق کردم. 1 دفعه، 2 دفعه، 3 دفعه. هیچ کس جواب نداد. بچگک خورد همسایه آمد پرسان کرد کاکا جان کی را کار داری؟ گفتم خانه دختر خاله ما آمدیم. دروازه را وا نمیکنه. بچگک خیز زد و سر دیوال بالا شد. دروازه را از پشت باز کرد. درون رفتم صدا کردم فرشته فرشته فرشته. هیچ کس جواب نداد. بالا شدم سر تراس و از پشت کلکین سعی کردم. در کنج اتاق یک توشک بود. فرشته سر توشک شیشته بود. از پشت آینه تق تق زدم. فرشته مستم. دروازه را باز کردم. درون رفتم. چشمایش باز بود. یک لبخند به لب داشت. مثل از اینکه کسی برش یک خبر خوش آورده باشه. نبضش گرفتم. چشمای وازش بسته کردم. در روی زانویش همون کتابچه شعرش واز بود. ورقایش به مرور زمان زرد شده بودند. کتابچه را گرفتم. قلم هنوز در دستش بود. بی بیت مولانا را در کتابچهش نوشته کرده. زهی صبح که او آید نشیند بر سر بالین، تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شاهان.